خب بچه‌ها میخوایم بیایم و در این جلسه در خصوص موضوعات مربوط به تمایلات کندل ها صحبت کنیم و یک مقدمه ای رو هم از استراتژی ها با همدیگه بیایم و مرور کنیم. این مقدمه استراتژی میاد به ما میگه که شما برای اینکه بتونید کار و فعالیت خودتون رو در زمینه ایجاد استراتژی و به عبارتی بهتر بچه‌ها ورود به بازار، خروج از بازار، حد سودتون، حد ضررتون و این موضوعات رو قراره به ما بگه استراتژی دیگه. قراره بیاد و راجع به تک تک اینها صحبت کنه. ما در قسمت‌های قبلی اومدیم راجع به یک سری از موضوعات صحبت کردیم با هم دیگه. توی اون موضوعاتی که با هم دیگه بچه‌ها راجع بهشون صحبت کردیم چیا رو گفتیم؟ اومدیم گفتیم که ما در مرحله تحلیل اولیه بازار یه سری پارامترها رو باید داشته باشیم. این پارامترها رو با هم مرور کنیم و من یکی یکی راجع به هر کدومم یه توضیح یکی دو دقیقه‌ای میدم که کامل براتون جا بیفته و جمع‌بندی براتون انجام بشه. قسمت اولش بحث تعریف ساختار بود. تعریف ساختار چی میگفت به ما؟ یا به طور کلی اول قبلش رو بیام بگم بچه‌ها که چی میگفت. قبلش پرایس اکشن میومد میگفت شما باید 3 تا تایم فریم برای خودتون انتخاب کنید. اولیشو میگفت تایم فریم بالاتر، دومی رو میگفت تایم فریم معامله و سومی رو میگفت دومی رو میگفت تایم فریم معامله یا میانی و سومی رو میگفت تایم فریم پایین تر. بعد اومدیم گفتیم نسبت این تایم فریم ها خیلی مهمه. یعنی شما نباید بدی که یک ساعته بگیرید، مثلا یکیش هم نمیدونم حالا به عنوان مثال 50 دقیقه‌ای نداریم 50 دقیقه، ولی خب کلا میخوام بگم اون مقیاس مهمه. اگر یکی از تایم فریمتون که تایم فریم بالاتره یک ساعته است، تایم فریم پایینترتون رو بچه‌ها باید بیاد رو مثلا 5 دقیقه‌ای بذارید، 10 دقیقه‌ای بذارید. چرا؟ که بازار قدرت نوسان رو بگیره بین اون حمایت و مقاومت های تایم فریم بالاتر. و در نهایت تایم فریم پایینتر و تایم فریم معامله گفتیم یه نسبت خیلی کمتری دارن. مثلا اگر تایم فریم معامله 5 دقیقه‌ای، تایم فریم پایینتر هم میشه 3 دقیقه‌ای که یه ذره ریزتر بتونم بررسی کنم رفتار کندل به کندلو. پس اولین نکته نحوه انتخاب تایم فریم ها هستش. حالا اینکه چه تایم فریم هایی رو باز انتخاب کنیم بستگی به دیدگاه ما داره. چقدر بلند مدتیم، میخوایم کوتاه مدتی کار کنیم، میخوایم در هر ساعت 2 تا معامله باز کنیم، یا اینکه نه میخوایم هفته 2 تا معامله باز کنیم. اینا دیگه چیزایی که در جای خودش اومدم و بهتون گفتم که کجاها چه تایم فریم هایی رو باید بیایم و انتخاب کنیم. بعد از تایم فریم ها اومدیم گفتیم خب حالا باید تعریف ساختار کنید. ساختار بازار بچه ها در تایم فریم بالاتر انجام میشد. به عبارتی بهتر اگر بخوام بهتون بگم، توی تایم فریم بالاتر شما میاید نواحی حمایتی و مقاومتی رو به دست میارید و اسمش رو میذارید تعریف ساختار یا اسمش رو میذارید چارچوب بازار و انتظار دارید از اینجا به بعد حرکات قیمت اونجا اتفاق بیفته. پس تعریف ساختار در تایم فریم بالاتر اتفاق میفته. بعد از اینکه این کار رو کردم، ساختارم رو تعریف کردم، میرم تایم فریم معامله یا میانی. توی تایم فریم معامله و میانی میام روند رو شناسایی میکنم. بچه‌ها ما در حالت کلی برای شناسایی روند اومدیم و از 3 تا اسم نام بردیم: روند صعودی یا افزایشی، روند نزولی یا کاهشی و روند خنثی یا به عبارت دیگر بازار بدون روند. خب ویژگی هر کدوم رو اومدیم در پرایس اکشن گفتیم روند صعودی روندی که سقف‌های بالاتر از هم و کف‌های بالاتر از هم تشکیل بده. روند نزولی سقف‌های پایین‌تر از هم دیگه و کف‌های پایین‌تر از هم دیگه. روند خنثی روندی که دیگه نامنظمه، سقف و کف بالاتر و پایین‌تر از هم به صورت منظم تشکیل نمیده. پرایس اکشنی هم اومدیم بررسیش کردیم، گفتیم که اگر موجی که میاد در روند صعودی، اگر موجی که میاد بالاترین سقف رو میسازه تا زمانی که کفش از دست نره، کماکان امیدواریم به روند صعودی. اگر که کفش از دست رفت، تغییر روند رو خواهیم داشت. در روند نزولی اومدیم گفتیم که موجی که کمترین ارزم به حضور شما دره یا کف رو میسازه، سقف اون موج به عنوان مرز تغییر روندمونه. به عبارتی دیگه تا زمانی که سقف موجی که کوتاه‌ترین و پایین‌ترین کف رو ساخته از دست نره، کماکان امیدواریم به ادامه روند نزولی. و در نهایت اومدیم در خصوص روند خنثی گفتیم روند خنثی 2 جا میتونه اتفاق بیفته. یکی بین سقف و کف‌های
حمایت و مقاومتی، و یکی دیگه بین سقف و کف اون موجی که بالاترین سقف یا پایینترین کف رو میسازه. اینها رو در جلسه روند مفصل اومدیم و با هم دیگه بررسی کردیم. پس دو مرحله اول رو گفتیم. مرحله سوم بچه‌ها باز هم در تایم فریم معامله میایم شناسایی قدرت و ضعف رو در نظر میگیریم و به دست میاریم. قدرت و ضعف رو با استفاده از چه پارامترهایی به دست می آوردیم؟ اومدیم گفتیم در حالت کلی قدرت و ضعف روند رو ما میتونیم با استفاده از چند تا موضوع به دست بیاریم. یک، میزان سرعت نوسان من که بچه اومدیم به زبان ساده‌تر گفتیم شیب حرکاتمون، که بعد در دو حالت مقایسه میکردیم. اگر حرکت آخرم صعودی بود یک بار با آخرین موج صعودی قبلی و یک بار با آخرین موج نزولی قبل خودش مقایسه میشد. دو اومدیم شتاب نوسان رو مقایسه کردیم که گفتیم شتاب نوسان یک پارامتر انفرادیه، یعنی شما خودتون باید بیاید اون شتاب نوسان رو به صورت مستقل چشمی ببینید کمتر شده یا بیشتر، که دو تا جدول راجبش توضیح دادیم در درسنامه خودش و مفصل راجبش بحث کردیم. سوم اومدیم در مسافت صحبت کردیم. مسافت میشد در روند صعودی فاصله بین دو تا سقف متوالی و در روند نزولی فاصله بین دو تا کف متوالی، که اومدیم گفتیم مسافت به صورت مطلق برای من مهم نیست، اون تغییراته برای من مهمه، اینکه چقدر نسبت به سقف قبلی بالاتر رفته این برام مهمه. و آخرین موضوع عمق بود بچه‌ها. عمق چی بود؟ عمق می اومد و به من میگفت که آقا شما باید بیای اون اصلاحی که صورت میگیره در یک روند ببینید چند درصد از موج در جهت روندت رو اصلاح کرده. و توی عمق گفتیم که بچه چی خیلی برامون مهمه؟ اون چیزی که در عمق برای ما مهمه بچه درصد اصلاح موج قبلیشه، نه اینکه مثلا بگیم یکی از مثلا عمق‌ها به اندازه 10 واحد اومده پایین، بعدی به اندازه 20 واحد اومده پایین. این ملاک نیست برای ما. درصد اصلاح موج قبلی برای من مهمه که در روند صعودی اون نزولی ها می اومدن و درصد اون نزولی رو نسبت به اون موج صعودی قبلیش مقایسه می کردم. در روند نزولی می اومدم درصد اصلاح اون موج صعودی یا اصلاحش رو نسبت به موج نزولی قبلی خودش می سنجیدم. اینا رو با هم دیگه مقایسه می کردم، درصد هر کدوم که بالاتر بود اون می اومد و یه پارامتر و یک مشخصه رو برای من تعریف می کرد. این هم از موضوع سوم. موضوع بعدی که داریم بچه‌ها با هم دیگه صحبت کنیم راجبش چیه؟ شناسایی جهت روند آتی. بچه‌ها جهت روند آتی رو اومدیم گفتیم بر اساس چی تشخیص میدیم؟ 6 تا اصل اومدیم بهتون گفتیم بعد از این که قدرت و ضعف رو شناختید، حالا با استفاده از این 6 تا پارامتر بیاید چیکار کنید؟ با استفاده از این 6 تا اصل بیاید تشخیص بدید، ببینید که روندتون ادامه حرکتش در چه قسمتی هستش. یعنی چی؟ بچه‌ها مثلا می اومدیم به دست می آوردیم که روند ما صعودیه. اولین نکته‌ای که داشتیم این بود که آقا احتمالاً روند صعودی ادامه داره. موضوع اولمون. موضوع بعد می اومدیم قدرت و ضعف رو شناسایی می کردیم تا برسونیمش به مقاومت. 6 تا اصل می گفتیم آقا اگر قدرت داشته باشه اینجوری، اگر ضعف داشته باشه اینجوری. پس بنابراین جهت آتی رو می اومدم شناسایی می کردم و بعد رسم می کردم حرکت آتی قیمت رو، که گفتیم یلخی هم نمیریم بالا، همش میگیم بالا داره اصلاح میشه، بالا داره اصلاح میشه، که گفتیم چه جاهای اصلاحات در طول روند اتفاق میفته. و در نهایت بچه‌ها میخوایم راجع به فرصت‌های معاملاتی صحبت کنیم. بیایم بگیم که شناسایی فرصت‌های معاملاتی در چه جاهایی است. یعنی چی فرصت معاملاتی؟ فرصت معاملاتی بچه‌ها جاییه که استراتژی به من میگه تو میتونی وارد بازار بشی یا تو میتونی از بازار خارج بشی. پس این میشه چی؟ این میشه شناسایی فرصت معاملاتی برای من که خیلی خیلی حائز اهمیته. حالا میایم میگیم فرصت‌های معاملاتیمون چی هستش و بعد میایم استراتژی‌ها رو تعریف می‌کنیم بر حسب فرصت‌های معاملاتیمون. این خلاصه همه اون چیزی بود که ما تا الان از پرایس اکشن گفتیم، به اضافه یکی دو جلسه هم در خصوص روانشناسی در پرایس اکشن اومدیم صحبت کردیم و اومدیم گفتیم که آقا در پرایس اکشن اصلا معامله‌گرها بر چه تفکراتی دارن کارشون رو جلو میبرن و کارشون رو پیش میبرن.
این میشه خلاصه فرایند تحلیل اولیه بازار که ما راجع بهش صحبت کردیم. حالا میخوایم بیایم یه مقداری جلوتر بریم ادامه بدیم، بگیم که آقا این شناسایی و تحلیل اولیه بازار چه دیدی رو به من میده. بچه بعد از اینکه من تحلیل اولیه بازار رو انجام دادم، معناش اینه که ارزیابی جهت روند آتی رو انجام دادم. اگر دقت کنید در اون جدول قبلی که من داشتم یه موضوع نوشته بودیم، در اون به هر حال گام به گام مسیری که حرکت کردیم اومدیم گفتیم که آقا از اول کار که شما شروع کنید تهش میرسید به اینکه یک روند آتی رو اومدید رسم کردید. تحلیل اولیه بازار دقیقا همین رو میخوایم به ما بده. اما بعد از این که بچه ارزیابی جهت روند آتی رو انجام دادم، از اینجا به بعد دیگه میام کندل به کندل ارزیابی میکنم کارم رو. بچه اگر دقت کنین ما در قسمت‌های مختلف اومدیم و راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کردیم که آقا من اگر میام مثلا اینجا تحلیل انجام میدم، توی تحلیل بهتون میگفتم بچه مثلا ما منتظر باید باشیم ببینیم کندل این هفته چجوری میخواد بسته بشه. حالا سر این امروز میخوایم بگیم که چرا ما منتظر بسته شدن کندلیم و امروز میخوایم بیایم راجع به این صحبت کنیم که بعد از این که من این کار رو انجام دادم چرا کندل به کندل باید ارزیابی کنم. بچه‌ها مثلا من میام یک بازار رو در نظر میگیرم که یک حرکت نزولی خیلی پرقدرت رو شروع کرده، من در اون قدرت وارد بازار نمیشم، اجازه میدم بازار موج اصلاحیش رو بزنه، یه بار دیگه این باید ریزش داشته باشه. چرا؟ چون همون جوری که خدمتتون گفتم در اصول مربوط به پرایس اکشن هم ما یه موضوعی رو داریم. موضوعمون چیه بچه‌ها؟ موضوع از این قراره که آقا هر چیزی که پرقدرت داره میاد جلو یه ضرب نمیره بالا، این باید یه ذره ضرب قدرتش کم بشه و بعد روند افزایشی خودش رو داشته باشه. مشابه اون تحلیلایی که در جلسات گذشته با هم دیگه داشتیم و مثلا اومدیم گفتیم که آقا بیت کوینی که رسید به $32,000 الان نمیتونه یه ضرب بره $70,000. حتی اگر بیاد برسه به بالا این احتمالاً باید بیاد یک تست مجددی از 32-33 انجام بده و بره. و بچه دیدید که در هفته گذشته تحت تاثیر حالا اتفاقات و اینها این اومد به عدد تقریبا 33 و خورده‌ای هم رسید و بعد داره برمیگرده که حالا توی همین جلسه باز راجع به این موضوع هم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خب این میشه اینجا. پس من بچه بعد از اینکه جهت آتی رو رسم کردم حالا کندل به کندل باید بشینم و ارزیابی کنم. هر کندلی که تشکیل میشه دیدگاه من نسبت به بازار رو بروز میکنه. به عبارت دیگه 2 تا سوال از خودم میپرسم. یک، چه کندل ها و چه حرکتی میتونه اون نظریه من رو و اون فرضیه من رو تایید کنه و 2، چه حرکت و کندل های میتونه نظریه و فرضیه من رو رد کنه. این لازمش اینه که من کندل به کندل کارم رو جلو ببرم و کارم رو پیش ببرم. ما میخوایم اینجا راجع به همین ها صحبت کنیم و کار رو جلو ببریم. خب بچه‌ها ببینیم چه اتفاقی میفته برامون. البته بچه‌ها این بالا من توی این سبزه، این کات سبزه نوشتم خلاصه فرایند، اما این اصلش تحلیل کندل به کندل بازار هست، موضوعی که داریم راجبش صحبت میکنیم. بچه ما میخوایم بیایم ببینیم این کندل به کندل بررسی کردن چه کمکی به من میکنه. من چند تا کمک رو اول کار قبل از تعاریف بهتون بگم برای خودتون داشته باشید. بچه تحلیل کندل به کندلی که برای من انجام میشه و اتفاق میفته چند تا موضوع رو میاره و به من میگه. موضوع اولی که میاد به من میگه چیه؟ موضوع اول اینه که آقا شما تمرکزت به صورت کامل بر روی بازار هستش و بچه توصیه میشه به ما که اگر نمیتونیم کندل به کندل بازار رو دنبال کنیم، یعنی در لحظات و در اوقاتی که نمیتونیم کندل به کندل بازارمون رو دنبال کنیم خیلی دنبال معاملات نباشیم، چون کندل به کندل خیلی برامون اهمیت داره. پس به ما میگه که آقا بازار احتمالاً روندش به چه شکلی میخواد انجام بشه و میخواد پیش بره. نکته دومی که من دارم بچه تمرکزم به صورت کامل بر روی حرکات قیمت هست. نکته بعدی که من دارم بچه فرصت‌های معاملاتی احتمالی رو به خوبی میتونم کشفشون کنم
خیلی از افراد دیر به فرصت‌های معاملاتی میرسن، یعنی مثلا بازار 10% سودشو داده، بعد از اینکه 10% سود رو داده طرف مثلا میخواد وارد بازار بشه، اما این تحلیل کندل به کندل باعث شده مثلا این 10% برسه به 4%، 4% رو شما از دست بدید، 5% رو از دست بدید. بنابراین میتونه سودآوری شما رو هم بالاتر ببره. این میشه مزایای تحلیل کندل به کندل. یعنی اگر من یه جایی دیدم که بازار داره روندش برمیگرده، بلافاصله ضررم رو محدود میکنم و با ضرر خیلی کم و محدود از بازار خارج میشم. حالا بیایم سراغ تمایلات کندل ها. بچه‌ها ما چند تا تعریف داریم، لطفاً بعد از اینکه این صفحات کامل شدن ازشون اسکرین شات بگیرید که اینا رو خودتون هم داشته باشید. نکات پیچیده‌ای نیستن، اما چون تعدادشون زیاده شاید مثلا بخواید قاطی کنید. بچه‌ها ما تمایلات کندل ها رو از دو جهت میایم بررسی میکنیم. یه حالت انفرادیه، یه حالت بررسی مجموعه کندلیه. حالت انفرادی که دارم بهتون میگم یعنی اینکه یه کندل، خود همون کندل رو در نظر میگیرم، یه نتیجه ازش میگیرم. حالت دو کندلی و مجموعه کندلی که بهتون میگم یعنی اینکه من میام هر کندل رو با کندل قبلی خودش مقایسه میکنم. پس بنابراین اتفاقی که برای من میفته این هستش که من باید از دو جهت کندل رو بررسی کنم. یک بار حالت انفرادیش خودش به تنهایی و یک بار حالت تجمعی یعنی خودش و کندل قبلیش رو. بچه‌ها کندل ها در حالت انفرادی و حالا در حالت تجمعی ما میایم سه تا اسم بهشون میدیم. میگیم کندل ها با تمایلات افزایشی، با تمایلات کاهشی و کندل های با تمایلات خنثی. بچه وقتی میگم تمایل افزایشی یعنی چی؟ یعنی میل به افزایش داشته. وقتی میگم تمایل کاهشی یعنی که میل به کاهشش خیلی بیشتر بوده. زمانی که میگم با تمایلات خنثی یعنی آنفوتره، مشخص نمیکنه که میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. به عبارت دیگه بچه ها میگه معامله‌گرها در حال شک و تردیدن. کندل های دوجی تشکیل میشه اینجا در تمایلات خنثی کندل. البته صرفا دوجی تشکیل نمیشه، اما دوجی یک مثال خیلی خوبی از این تمایلات کندل های خنثی هستن. پس ببینید من میگم که آقا تمایلات کندلین به سه دسته افزایشی، کاهشی و خنثی تقسیم میشه. حالا بعدا میریم تعریف میکنیم که تمایلات افزایشی یعنی چی، خنثی یعنی چی و کاهشی یعنی چی. علاوه بر این تمایلات افزایشی یا کاهشی موقعیت بسته شدنشون هم برام مهمه. بچه‌ها زمانی که کندل افزایشیه من باید بیام تعیین کنم که کندل من افزایشیه ولی کجا بسته میشه؟ آیا در بالا بسته میشه؟ آیا در میانه بسته میشه؟ و یا در پایین بسته میشه؟ من باید این رو تعیین کنم. پس دو تا پارامتر باید تعیین کنم برای هر کندل. یک، افزایشی هستی یا کاهشی یا خنثی، و دو، بسته شدن در بالا یا در پایین یا در میانه. همین اتفاق برای خنثی و کاهشی هم اتفاق میفته. وقتی میگم کندل خنثی با بسته شدن در بالا، با بسته شدن در میانه یا با بسته شدن در پایین. و وقتی میگم کندل کاهشی میگم که کندل کاهشی با بسته شدن در بالا یا بسته شدن در میانه یا بسته شدن در پایین. من باید بیام این رو به دست بیارم. بچه‌ها ما میخوایم در ادامه این جلسه متوجه بشیم که افزایشی، خنثی یا کاهشیش به چه شکلیه و بعدش بیایم به این نتیجه برسیم که در کجا بسته شده. یعنی آیا در بالا بسته شده، در میانه بسته شده و یا در پایین بسته شده. من برای اینکه بیایم و اینها رو تعریف کنیم بریم به سراغ اسلاید بعدیمون. بچه‌ها میخوایم بیایم قسمت دوم رو اول بگیم. ما گفتیم که باید تعیین کنیم که افزایشیه یا کاهشیه یا خنثی و بعد باید بیایم بگیم در کجا بسته شده. اول میخوایم بیایم بسته شدن در بالا، میانه و پایین رو بگیم. چون اگر یادتون باشه گفتیم کندل افزایشی با بسته شدن در بالا، کندل افزایشی با بسته شدن در میانه، کندل افزایشی با بسته شدن در پایین. اول بچه این یعنی چی؟ وقتی میگم بسته شدن در فلان جا، بچه بسته شدن خودش معنای این رو میده که کلوز این رو ببینید کجاست.
یعنی قیمت بسته شدن یک کندل یا کلوز یک کندل کجاست. پس ببینید بچه ها، بازم ما تمرکزمون رفت بر روی قیمت بسته شدن، چون در نهایت توی یک کندل قیمت بسته شدن وضعیت اون کندل رو تعریف میکنه. پس چرا ما داریم میگیم بچه ها باید صبر کنید و باید ببینید که مثلا کندل کجا بسته میشه. اگه یک کندل میبینید خیلی قرمز پرقدرته، نباید اونجا معامله کنید، باید وایسید، باید ببینید کندل کجا بسته میشه. بچه ما بسیاری از کندل ها رو داریم که در شروع کندل های سبز پرقدرتی هم، ولی در انتها که قیمت بسته شدن میخواد تشکیل بشه میاد و قرمز میشه. یا کندل های قرمز پرقدرتی داریم که در لحظه بسته شدن سبز بسته میشن. پس بنابراین بچه‌ها قیمت کلوز یا قیمت بسته شدن برای من بسیار مهمه. همونجوری که میبینید اینجا هم برای ما معیار و ملاک همین قیمت بسته شدنه میشه. خب حالا برای اینکه بیایم متوجه بشیم که یک کندل بسته شدنش در کجاست، بچه بیاید یک بدنه رو در نظر بگیرید. بچه این خود کندله، یعنی شما فکر کنید یک کندل، من حالا بدنه‌اش رو نکشیدم دیگه، مهم برای من قیمت بالاترین خود کندل و پایین ترین قیمت خود کندل دیگه. شما الان فکر کنید این همون کندله که بالاترینش میشه H یا های همون کندل و پایین ترینش میشه L یا لو کندل. من حالا کاری به بدنش ندارم، فعلا بدنش الان در حال حاضر برای من مهم نیست، چون میخوام تعریف کنم براتون که بعد میایم راجع به خود نوع بسته شدن و در کجا بسته شدنش هم با هم دیگه صحبت میکنیم. بچه همون جوری که میبینید من اینجا نوشتم H خود کندل، L خود کندل. پس بچه ها این که کندل بسته بشود در بالا، پایین و یا میانه، با خود کندل کار دارم، اون حالت انفرادی است، یعنی فقط خود کندل رو در نظر میگیرم. برای اینکه بیام بفهمم در کجا بسته میشه، میام همین کندل رو، یعنی از قسمت Lش تا قسمت Hش رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. 3 قسمت تقسیم میشه بچه ها، ببینید 3 قسمت مساوی تقسیم بر 3 میکنم. بر اساس اینکه قیمت بسته شدنش در کدوم یکی از این نواحی هست بچه ها میام نامگذاریش میکنم. میگم که اگر که قیمت بسته شدن کندل در این 1/3 بالایی باشه، میگم کندل من بسته شدن در بالاست، یعنی در بالا بسته شده، پس اونجا میام تعریف میکنم که بسته شدن در بالا. اگر که قیمت بسته شدن من بیاد توی 1/3 میانی، یعنی توی این بازه وسط قرار بگیره، میگم کندل با بسته شدن در میانه. بچه من اینجا بسته شدن در بالا نوشتم، این اشتباهه، بسته شدن در میانه. بسته شدن در میانه مساوی است با 1/3 میانی. و اگر پایین توی 1/3 پایینی بسته بشه بچه بسته شدن در پایینه. دقت کنید اولی که بالاییه میشه بسته شدن در بالا، وسطی میشه بسته شدن در میانه که به اشتباه نوشتم بالا، و سومی هم میشه بسته شدن در پایین که به اشتباه باز نوشتم بالا. پس بنابراین من یک کندل رو از Hش در نظر میگیرم تا Lش، این رو میام به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنم و بعد میام میگم که متناسب، ببینید بچه این خیلی مهمه، متناسب با این که قیمت کلوزش در کدوم یکی از این 3 ناحیه قرار میگیره، من میام براش اسم میذارم، میگم بسته شدن در بالا یا میانی یا پایین، به صورت انفرادی و خود کندلی در نظر میگیرم. حالا بریم یه مثال ازش ببینیم بچه ها، این مثال ببینیم که چجوری میاد برای ما تشکیل میشه و تعریف میکنه. نگاه کنید چند تا مثال مختلف رو. بچه ها یه قسمت زده بسته شدن در بالا، یه قسمت وسطی زده بسته شدن در میانه و این سمت چپیه زده بسته شدن در پایین. برای هر کدوم از اینا هم الان 6 تا مثال مختلف ما آوردیم. بچه 2 تا پارامتر برای من تعیین کننده است. یک، این که 1/3 کندل ها رو بشناسم و تشخیص بدم. 2، این که قیمت کلوز کندل رو ببینم در کجاست. بچه الان کندل آ رو ببینید، کندلی که نوشته A بالاش، اون کندلی که بالاش نوشته A، اولین چیزی که میبینم نگاه میکنم به قیمت کلوزش. بچه قیمت کلوزش بالای دیگه، خیلی واضحه که در قسمت بالا بسته شده، پس میگم بسته شدنش در بالاست.
کندل B رو در نظر بگیرید. اگر به 3 قسمت تقسیم کنم کندل B رو، از اینجا تا اینجا میشه 1/3 بالایی بچه ها، از اینجا تا اینجا میشه 1/3 میانی و از اینجا به پایین میشه 1/3 پایینی. بچه ها قیمت کلوز من این بالاست، پس بنابراین در 1/3 بالایی میگم کندل با بسته شدن در بالا. کندل C هم باز به همین شکل، قیمت کلوز من در 1/3 بالاییه و بهش میگم بسته شدن در بالا. کندل دی رو ببینید که الان با فلش دارم مشخص میکنم بچه ها، بازم بسته شدنش درسته کندلم مشکیه، کندل سیاهه، یعنی قیمت کلوزش پایین تر از قیمت اوپنشه، اما ما کاری به این نداریم در بسته شدن در بالا میانه و پایین. ما میایم میگیم که قیمت کلوز آیا در 1/3 بالایی هست یا نه. میبینم که بله، اگر که کندل رو تقسیم بر 3 کنم، قیمت کلوز من که این فلشیه که اینجا مشخص میکنم بچه ها، قیمتش میشه بسته شدن در کجا؟ میشه بسته شدن در بالا. پس این میشه معیار تشخیص و تعیین بسته شدن کندل من در بالا، یا پایین یا میانه بالا. حالا بریم سراغ کندل های با بسته شدن در میانه. بچه ها کندل های G, H, I, J, K و L، این کندل هایی که در اینجا هستن، در این وسط هستن بچه ها، اینا کندل های با بسته شدن در میانه است. چی رو باید تعیین کنم؟ باید بیام ببینم که قیمت کلوزشون کجاست. الان ببینید این فلشی که داره اینجا رسم میشه رو بچه ها، این قیمت کلوز کندل جیه. بچه ها اگر که بیام تقسیم انجام بدم، اگر بیام این رو تقسیم کنم به 3 تا قسمت و ببخشید یک لحظه من این رو حذف کنم، عذرخواهی میکنم. اگر که من بیام این کندل رو تقسیم کنم به 3 قسمت مساوی، اتفاقی که برای من میفته چیه بچه ها؟ اتفاقی که برای من میفته اینه که من به این نتیجه میرسم که قیمت بسته شدن من در 1/3 میانی، یعنی در وسط این کندله. پس میگم کندل با بسته شدن در میانه. بچه ها در کندل H ببینید چه اتفاقی افتاده. در کندل H هم دقیقاً قیمت کلوز من میاد وسط قرار میگیره، پس میشه بسته شدن میانه. در کندل I هم به همین شکل، قیمت کلوز من اینجاست بچه ها، پس میشه وسط، بسته شدن در میانه. در آی هم به همین شکل، درسته یک کندل مشکی دارم ولی قیمت کلوزش اینجاست، یعنی در 1/3 میانیه. کندل K و کندل L هم دقیقاً به همین شکل این اتفاق افتاده. اما کندل های با بسته شدن در پایین رو با هم دیگه ببینیم بچه ها چه اتفاقی براشون افتاده. کندل های با بسته شدن در پایین بچه ها اگر دقت کنید، اینها قیمت کلوزشون توی کفه. مثلا M رو ببینید، کندل M رو بچه ها قیمت بسته شدنش در کفه، پس بنی در 1/3 پایینی. کندل N به همین شکل، قیمت بسته شدنش اینجاست، پس میشه با بسته شدن در پایین. کندل O هم قیمت بسته شدنش اینجاست، پس بچه ها همون اتفاق اینجا هم میفته. کندل های بعدی هم به همین شکل. اگر کندل P رو ببینید بچه ها، اینجا قیمت کلوزشه، اما چون در 1/3 پایینی کندل هست، میگم کندل با بسته شدن در پایینه. کندل های Q و R هم دقیقاً به همین شکله. پس جنبه اول من، اگر بریم سراغ اسلاید قبلی بچه ها، اومدیم راجع به یه موضوع صحبت کردیم، گفتیم آقا کندل هامون یا باید اسم افزایشی، خنثی و کاهشی بهشون بدیم، بعد از اینها باید ببینیم بسته شدن در کجاست. ما الان این آبی ها رو جواب دادیم، یعنی الان فهمیدیم چه کندلی با بسته شدن در بالا، میانه یا پایینه. حالا یه سوال دیگه برای من میمونه، این که کندل های من افزایشی هن، خنثی هن یا کاهشی. پس قسمت آبی ها رو پایین دادیم، شما پایینی ها رو آموزش دادیم. بچه ها شما هر کندلی که ببینید باید بدونید و باید بگید که با بسته شدن در پایینه یا بسته شدن در میانی یا بسته شدن در بالاست. به صورت انفرادی خود اون کندل رو میبینیم. اما این که افزایشی یا خنثی یا کاهشی، باید کندل قبلیش رو هم در نظر بگیریم که الان میخوایم راجع به اون با هم دیگه صحبت کنیم.
الان قسمت دوم پاسخ به سوالاتمونه. میخوایم بیایم ببینیم که کندل ما اسمش افزایشیه یا خنثیه یا کاهشی. بچه زمانی که میخوایم این رو به دست بیاریم باید در نظر بگیریم که هر کندل رو با کندل قبلیش مقایسه میکنم و به این سوال جواب میدم. باز تاکید، باز تکرار، میدونم حوصله سربره اما خب مهمه، باید بگم که ملکه ذهنتون بشه. بچه‌ها برای تشخیص این که کندل با بسته شدن در بالا، پایین یا میانه است صرفاً به خود کندل نیاز دارم. اما برای اینکه تشخیص بدم کندلم افزایشیه، خنثی یا کاهشی، باید این کندل با کندل قبلیش مقایسه بشه. اگر این خط رو کندل قبلی در نظر بگیرید، کندل قبلی این رو در نظر بگیرید، بچه ها میام یه اچ کندل قبل و یه ال کندل قبل اینجا می نویسم. اگر یادتون باشه توی شکل قبلی اینا اچ خود کندل و ال خود کندل بود، اما اینجا ما داریم کندل قبلی رو بررسی می کنیم و 3 تا محدوده باز تعریف می‌کنیم براش. میگیم 1/3 بالایی، 1/3 میانی و 1/3 پایینی. حالا میام میبینم که کندل من در کجای کندل قبلیش بسته شده. این برای من معیار و ملاک قرار میگیره. میگم که آقا اگر که کندل من بیاد قیمت کلوزش، یعنی قیمت کلوز کندلی که الان دارم، کندل فعلیم، در 1/3 بالای کندل قبل باشد، بچه ها بهش میگم کندل من یک کندل افزایشیه، یعنی میل به افزایش رو داره نشون میده. اگر که قیمت کلوز کندل فعلی که دارم بررسی میکنم در 1/3 میانی کندل قبلش باشه، میگم بچه ها کندل من یک کندل خنثیست. و اگر قیمت کلوز کندل فعلی من در 1/3 پایینی کندل قبلی باشه، بچه ها میام بهش میگم که کندل من یک کندل کاهشیه. پس به این سوالمون هم در اینجا جواب دادیم. ما هم اومدیم در خصوص کندل های افزایشی، خنثی، کاهشی صحبت کردیم، هم اومدیم در خصوص کندل ها و بسته شدن اونها در جای مختلف با هم دیگه صحبت کردیم. این میشه معیار و ملاک ما بچه ها برای فعالیت ها و برای کارهایی که میخوایم انجام بدیم. پس بنابراین به 2 تا سوال خیلی خیلی مهممون اومدیم و جواب دادیم. الان میخوام چند تا شکل بیارم و شما به ما بگید که آقا این کندل های افزایشی هن با بسته شدن در مثلا پایین، میانی یا بالا، یا کندل های با تمایلات خنثان یا با تمایلات کاهشی. وقتی میگم تحلیل و کندل به کندل و وقتی که میایم میگیم که کندل، فکر کنم تصویر رفته، و وقتی میگم کندل خنثی، بچه یعنی چی؟ یعنی اینکه نسبت به آتی قدرت و ضعفی به من نشون نمیده. وقتی میگم کندل کاهشی یعنی که بچه احتمال میدم که بازم بازار پایین تر بیاد. وقتی میگم کندل افزایشی یعنی احتمال میدم بازار یه رشد موقت، نه قطعی، یه رشد موقتی رو تجربه کنه و کارش رو متناسب با اون بتونه انجام بده. پس بچه ها این میشه معیار و ملاک من برای تشخیص روندهایی که و مدل کندل هایی که در بازار دارم. این موضوع رو حتما مد نظر خودتون قرار بدین. اگر که یکی از عزیزان زحمت بکشه و اعلام شم، این میشه موضوعات مربوط به مباحث مربوط به ارزم به حضور شما الگوها و تمایلات کندلی و به عبارت دیگه تحلیل کندل به کندلمون که مورد استفاده قرار میگیره. ما میخوایم در ادامه بچه ها بریم به سراغ مباحث و مقدمات استراتژی ها و سیستم های معاملاتیمون.